سلام برای ماهتون الهی دورتون میگردم بچه. تا حالا شده اسم یه چیزی رو شنیده باشین و همون اسم یه حس سنگین بندازه رو دلتون؟ نه ترس نه هیجان، فقط یه حس عجیب، انگار نباید دربارش حرف بزنی. موضوع امروز ویدیومون منطقه 51. وسط بیابون‌های نوادا، جایی که سکوتش کاملا غیر طبیعیه، نه شهر نزدیکشه نه رفت آمد عادی داره و نه حتی آسمونش مثل بقیه جاهاست. اینجا سالها حتی وجود نداشته، حداقل روی کاغذ یا روی نقشه. منطقه 51 یک پایگاه فوق سری نظامیه. این رو همه میدونن. آزمایش‌های هواپیماهای پیشرفته و پروژه‌های محرمانه و فناوری‌هایی که زودتر از زمان خودشون ساخته شدن. اما سوال اصلی اینجاست: اگه فقط همین بود چرا این همه سکوت میکنن؟ از دهه‌ها پیش آدم‌ها چیزهایی رو دیدن که نتونستن توضیح براش بدن. نورهایی که حرکتشون مثل هیچ هواپیمایی نبود و نمیخورد. صداهایی که شب‌ها از دل بیابون بیرون میومد و منبع نداشت. یعنی حس عجیبی اصلا. عرضم به خدمت شما که خیلی ها بعد از نزدیک شدن به منطقه توصیف کردن حسی شبیه این که اینجا الان نباید اینجا باشی. بهشون دست داده. بعضیا میگن قطب نماها درست کار نمی‌کردند که به نظر من این چرت و پرت، حالا کار نداریم. بعضیا میگن زمان انگار کش میومد یا تندتر میگذشته. بعضیا میگفتن که تو اون تایم زمان کش میومده یا حتی بیشتر، یعنی با سرعت پیش میرفته. بعد از دیدن اون منطقه ها تا مدت ها میگفتن که خوابهای عجیبی میدیدن. باز هم تاکید میکنم این روایت های مردمه، نه گزارش رسمی، اما تعدادشون کم نیست. اینجاست که پای ماورا آرام وارد ماجرا میشه، نه با موجودات فضایی، نه با بشقاب پرنده، بلکه با یه سوال ساده: آیا ممکنه اونجا فقط با فناوری سر و کار داشته باشن؟ برخی نظریه های متفاوتی میگن ممکنه که در منطقه 51 روی چیزهایی کار شده باشه که به درک انسان ربط داره، زمان، فضا و حتی آگاهی، به عنوان جادو، بلکه به عنوان چیزی که علم هنوز اسم مشخصی براش نداره. یه نظریه قدیمی‌تر میگه شاید بعضی نقاط روی زمین از نظر انرژی عادی نیستن، نقاطی که مرز بین اینجا و جای دیگه مثلا یک چلو نازک‌تره و شاید منطقه 51 روی یکی از این همین نقاط ساخته شده. این نظریه ها نمیگن حتما اتفاقی افتاده، فقط میپرسن اگه انسان ناخواسته یه چیزی به یه چیزی دست زده باشه که کامل نمیفهمتش چی؟ شاید همین دلیله که هر کسی وارد منطقه میشه چیزی ازش بیرون نمیاد، نه عکس واضح، نه روایت کامل، نه داستان که سر و تهش جور در بیاد با هم دیگه. همه چیزش ناتمامه و شاید ترسناکترین بخش ماجرا همین نباشه که اونجا چیزی هست، بلکه این باشه که ما دقیقاً نمیدونیم که چی نیست. شاید نه محل موجودات فضایی باشه و نه فقط یه پایگاه نظامی، شاید فقط یادآوری کنی که هنوز همه چیز تحت کنترل ما نیست. حالا از خودت بپرس که اگر یک سری سوالات رو هنوز بی پاسخ قرار دادن برای ما، اصلا صلاح بوده که این اتفاق بیفته یا نه؟ نظراتتون برامون بنویسین، خیلی عاشقتونیم بچه‌ها. لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره و حتما یه سری هم به ویدیوهای بعدیمون یعنی قبلیمون بزنید. خیلی عاشقتونیم.